سلام، به کانال تاریخ خوش آمدید. به نام خدا. کوروش کبیر در حدود سال 580 سال قبل از میلاد در سرزمین ایران که امروز کشور ایران است به دنیا آمد. پدرش کمبوجیه اول پادشاه انشان بود. کوروش کبیر یکی از بزرگترین پادشاهان هخامنشی است. تاریخ ثبت شده. زیادی در مورد زندگی اولیه کوروش وجود ندارد. نام: کوروش کبیر، پادشاه باستانی ایران. زمان حکومت بیش از کمبوجیه دوم پس از کمبوجیه یکم. همسر کاساندان، کاخ پاسارگاد، خانه سلطنتی هخامنشی. پدر کمبوجیه یکم، مادر ماندانا. فرزندان کمبوجیه بردیا، آتوسا، آرتیستون، رکسانا. تاریخ فوت 530 سال قبل از میلاد. محل دفن پاسارگاد. کوروش کبیر کیست؟ کوروش کبیر بزرگترین امپراتوری زمان خود را اداره می‌کرد و به اعطای آزادی‌های بسیاری به رعایای خود مشهور است. در طول قرن‌ها به بسیاری از پادشاهان و فاتحان لقب بزرگ داده شده است، اما برخی می‌گویند که شخصیتی که بیش از همه سزاوار این عنوان بوده کوروش کبیر، پادشاه باستانی ایران بوده. با وجود اینکه او بیش از 2500 سال پیش به دنیا آمد و حکومت کرد، بسیاری از رهبران مدرن امروزی هنوز هم کوروش را الهام‌بخش و قهرمان اصلی خود می‌دانند. او یک رهبر نظامی درخشان بوده، اما او حتی بیشتر به عنوان یک حاکم دانا و بردبار مورد احترام است. هنگامی که کوروش ملتی را فتح کرد، به قلمروهای دیگر که جذب کرد اجازه داد تا خود را اداره کنند و آداب و رسوم و مذاهب خود را حفظ کنند. گفته میشد که کوروش بیش از هر فرمانروای دیگری زمان خود به حقوق اولیه انسانی مردم عادی احترام میگذاشت. آغاز زندگی کوروش کبیر. به گفته مورخان کوروش در سال 600 یا 575 سال قبل از میلاد به دنیا آمد و در ایران زندگی میکرد. مکانی که امروز در داخل کشور ایران خواهد بود. پدرش کمبوجیه اول پادشاه انشان و پدر بزرگش کوروش اول حاکم انشان قبل از پدرش بود. کمبوجیه اول در سال 551 سال قبل از میلاد درگذشت و کوروش بزرگ در سال 559 قبل از میلاد پادشاه کرد. در آن زمان قدرت کوروش بین تعدادی از دولت‌های قدرتمند دیگر در منطقه تقسیم شد و امپراتوری ماد نفوذ زیادی بر انشان داشت. در این مدت کوروش مطیع پادشاه قوم ماد بود و ملزم به ادای احترام به او بود. پادشاه ایران شدند. کوروش با کمک یک ژنرال سرکش ماد هارپاگوس علیه کل ارتش ماد قیام کرد و آنها را در سال 549 قبل از میلاد فتح کرد. پس از پیروزی کوروش توانست انشان را با امپراتوری تازه شکست خورده ترکیب کند و برای اولین بار خود را پادشاه ایران کرد. شکست امپراتوری لیدیا و آسیای سر تاریخ تسخیر لیدی توسط کوروش ناشناخته است، اما مورخان بر این باورند که زمان بین شکست او از مادها و تصاحب امپراتوری نو بابلی توسط کوروش رخ داده است. امپراتوری لیدیا و آسیای صغیر زمین‌های وسیعی را پوشانده بودند که برخی از آنها تا نواحی امروز یونان و مقدونیه گسترش یافته بود. تعدادی از نبردهای قابل توجه در طول مبارزات انجام شده، از جمله نبرد پتریا که منجر به بنبست شد و تلفات سنگینی از هر دو طرف بر جا گذاشت. پس از دست دادن بسیاری از مردم حاکم مخالف کرزوس به پایتخت خود در ساردیس عقب نشینی کرد. کوروش به دنبال او رفت و پایتخت او را در پایتخت محاصره کرد و در آنجا سوار نظام دشمن را با موفقیت شکست داد و شهر را نبرد تیمبرا تصرف کرد. امپراتوری او به گسترش در سراسر خاورمیانه ادامه دارد. لایک و سابسکرایب یادت نره. ممنون. فتح بابل. کوروش کبیر بعداً امپراتوری نو بابلی را به دست آورد که تعداد زیادی زیرملت از جمله سوریه، یهودیه و سرزمین‌هایی که در قلمرو عرب را در بر می‌گرفت. تاریخ فتح او بر بابل تا حدودی مورد مناقشه است، اما اکثریت موافقند که حدود سال 539 قبل از میلاد بوده است. در این هنگام کوروش خود را پادشاه بابل، شاه سومر و شاه اکد معرفی کرد. امپراتوری هخامنشی. امپراتوری هخامنشی که گاهی به آن اولین امپراتوری ایرانی نیز می‌گویند، نام جمعی بود که به ملل مختلف که کوروش تسخیر کرده بود اطلاق می‌شد. پس از مرگ او سرزمین‌هایی را در شرق در کنار دره رود سن در بر گرفت و از غرب تا حواشی یونان و مقدونیه گسترش یافت. کوروش قبل از اینکه بتواند مصر را به سمت جنوب فتح کند در جنگ کشته شد، اما مصر در نهایت تحت حکومت امپراتوری هخامنشی قرار گرفت که پسرش پس از او آن را فتح کرد. نام هخامنشی از نام پادشاه افسانه‌ای ایران گرفته شده است که حدود 200 سال قبل از زمان کوروش می‌زیسته است. کوروش کبیر با برگزیدن نام هخامنشی ادعای القاب باستانی را مطرح می‌کرد و به زمان گوش می‌داد که قوم او قدرتمندترین مردم روی کره زمین به شمار می‌رفتند.
استوانه کوروش از مشهورترین آثار به دست آمده از دوران سلطنت کوروش کبیر. استوانه کوروش که در معبد مردوک در بابل نگهداری میشد، این یک شی استوانه سفالی 10 در 4 اینچی است که اطلاعات در مورد فتح کوروش در بابل حک شده است و برخی آن را تایید اولیه حقوق بشر می‌دانند. این استوانه همچنین شامل فرمان‌های سیاسی بوده که زندگی شهروندان بابلی را بهبود بخشید و اطلاعاتی در مورد اعطای آزادی به تعدادی از گروه‌ها از جمله یهودیان بابل که مدت‌ها توسط حاکمان آن قلمرو بردگی گرفته شده بود در آنجا عموم مردم به سرعت راه کوروش کبیر را در پیش گرفتند، زیرا او به اعمال فرقه و دیگر گروه‌های مذهبی نیز اجازه می‌داد. دیوار نوشته‌ها: سه کتیبه کوچک از کوروش بزرگ به زبان‌های فارسی باستان ایرانی و اکدی به دست آمده است که بخش‌هایی از آن آسیب دیده بود. 2 گونه کتیبه‌های 3 زبانه کوروش روی 3 بنای جایگاه اصلی پاسارگاد یا در نسخه‌های متعددی نوشته شده است به دست آمده است. نخستین بنا رواقی است مشرف به جایگاهی که در نام دارد. این رواق نقش برجسته‌ای دارد که فرشته‌های بالدار را نشان می‌دهد. این اثر تا اواخر قرن گذشته به عنوان نمونه از کتیبه‌های CMA برپا بوده است. اگر در نظر بگیریم که سازنده پاسارگاد بر ایجاد تقارن در کارهای تزیینی و به ویژه کتیبه‌های ارجعیت قائل بودند، احتمال دارد که سابقه بر این حداقل 8 نسخه از این کتیبه روی بنا وجود داشته باشد. در قصر است که اغلب آن را تالار بار مینامند و قصر پی که احتمالاً به عنوان محل سکونت کوروش استفاده می‌شود نیز نزدیک به 20 نسخه از CMA موجود بوده که تنها 2 تای آنها تا روزگار ما در هر قصری 1 نسخه حفظ شده است. 2 تا نیز در قصر اس تا قرن 19 موجود بوده است. مرگ و مقبره: کوروش کبیر در حدود سال 530 قبل از میلاد در نبرد کشته شد و پسرش کموجی دومین جانشین او شد. او در مقبره هرمی در پاسارگاد که در ایران امروزی قرار دارد به خاک سپردند. آرامگاه کوروش کبیر در فاصله حدود 1 کیلومتر جنوب غربی کاخهای پاسارگاد قرار دارد. این اثر در سال 2004 میلادی به عنوان زیرمجموعه پاسارگاد تحت شماره 1106 در میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. ممنون را گوش دادید. از تاریخ لذت ببرید. ممنون. سابسکرایب و لایک یادتون نره.